بریم برای گرفتن ارز مسافرتی. دوستان در فرودگاه ماخوین ترمینال سلام بعد از اینکه کارت پرواز خودتون رو گرفتین و بعد از گذشتن از گیت بازرسی سپاه، این قسمت که میبینید خودپردازی بانک ملت و بانک ملی هستش که برای گرفتن ارز مسافرتی که $500 هست میتونید اینجا ارزتون رو از دستگاه ها تحویل بگیرید. خب گزینه ارز مسافرتی رو انتخاب میکنیم، کد ملیمون رو وارد میکنیم، بعد شناسه فروشمون که توی اپلیکیشن بله دریافت کردیم شناسه فروشمون رو اینجا وارد میکنیم. بعد از ورود کردن شناسه فروش گزینه تایید رو میزنیم. نوع سفرمون رو انتخاب میکنیم، سفر ما عتبات عالیات هوایی رو انتخاب میکنیم، منتظر میمونیم. اسم مشخصاتمون رو میاره، مبلغ دلاری که اگر مورد تایید بود تایید رو میزنیم، منتظر میشیم تا ارزمون رو از باجه خودپرداز بانک ملی تحویل بگیریم. خب خوشبختانه ارز رو به ما داره تحویل میده. باید $500 باشه که $500 هست و شماره پیگیری رسیدم که نداره. به این شکل میتونید ارز مسافرتی خودتون که در سال یک بار هست رو از باجه های خودپرداز بانک ملی دریافت کنید. اگه مجبور باش حسین جان